از تلاش برای لوی جرگه طالبانی تا احتمال جنگ داخلی، پروفسور پاکستانی میگوید که اگر طالبان هشدار شورای عالی مقاومت را نادیده گیرند، افغانستان وارد جنگ داخلی می شود. از حملات برای سرکوب مقاومتگران تا کشته شدن فرمانده ارشد طالبان، فرمانده و مشاور طالبان برای نبردهای پنشیر در کندهار کشته شد. از حکم اخیر طالبان در مورد حجاب زنان تا حمایت از این حکم در بلخ توسط بانوان، شماری از زنان در مزار شریف از حکم اخیر طالبان در مورد پوشاندن روی زنان حمایت کردند. از درگیری ها در پنشیر و اندراب تا ظلم و کوچ اجباری مردم از سوی طالبان، جبهه مقاومت میگوید که طالبان در اندراب 70 خانواده را کوچ اجباری دادند. و کتاب عکس فاطمه حسینی جایزه اکادمی اتحادیه اروپا را دریافت کرد. سلام و وقتتان بخیر. به سرویس خبری این ساعت از آموز نیوز خوش آمدید. مونس عمر پروفسور و استاد روابط بین الملل در دانشگاه کراچی در مطلب روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نگاشته است که اگر طالبان هشدار شورای عالی مقاومت را جدی نگیرند و فقط وعده‌های دروغین بدهند، افغانستان یک بار دیگر وارد مرحله جنگ داخلی با پیامدهای فاجعه بار خواهد شد. آقای عمر در این مطلب اضافه کرده است شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان فکر می‌کند که شرایط برای آغاز یک حمله تمام عیار علیه رژیمی که از قبل فاقد حمایت مردمی است و قادر به کسب مشروعیت جهانی نیست آماده است. این در حالی است که حدود 10 روز پیش شماری از رهبران، چهره‌های با نفوذ سیاسی افغانستان و سیاستگران ضد طالبان در نشست زیر عنوان شورای عالی مقاومت در انقره پایتخت ترکیه گرد هم آمده و با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواستند که به میز مذاکره برگردند تا معضلات کنونی افغانستان را از راه گفتگو حل کنند. این نشست در خانه مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، در شهر انقره برگزار شده بود. نشستی که برای ایجاد شورای عالی مقاومت برای افغانستان توافق شده است. این سیاستگران کهنه‌کار ضمن تاکید بر راه حل صلح آمیز از مبارزه مسلحانه علیه طالبان در برخی نکات پنشیر، بغلان، تخار، سمنگان، بدخشان، پروان، کاپیسا و سایر نقاط کشور حمایت کرده و آن را مشروع دانستند. آنان در اعلامیه 7 ماده‌ای به کشورهای همسایه افغانستان نیز گفته است که حاکمیت انحصاری و غاصبانه طالبان در افغانستان موجب بحران و بی‌ثباتی گسترده شده است. در اعلامیه تاکید شده بود که این وضعیت موجود به سود کشورهای همسایه نخواهد بود و جهان نیز متوجه بحران آینده افغانستان باشد. در اعلامیه آمده است جهان باید بدانند که طالبان هیچ گونه به ارزش‌های اسلامی، انسانی و موازین بین المللی و معیارهای حقوق بشری پابند نیستند. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی ژری قندهار، ملا داداجان یکی از فرماندهان ارشد طالبان و مشاور این گروه در نبردهای پنشیر با 2 طالب دیگر کشته شده است. انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده بوده و پس از چاشت روز یکشنبه 8 جوزا این فرمانده طالبان را هدف قرار داده است. طالبان در این باره ابراز بیخبری کردند، اما یک منبع محلی به آماج نیوز میگوید که این فرمانده با 2 طالب دیگر در ولسوالی سنزیلی قندهار کشته شده است. جبهه ملی آزادگان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و با نشر یک اعلامیه گفته است که این فرمانده طالبان در کشتارهای پنشیر دست داشته است. شماری از زنان در یک مدرسه دینی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ گرد هم آمده و حمایتشان را از حکم اخیر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در مورد پوشاندن روی زنان اعلام کردند. این زنان میگویند که بالایشان فرض است تا آخرین قطره خون از حجاب حمایت و دفاع کنند. زنان پیغمبر در صدر اسلام حجاب را پذیرفتند و پوشیدند. پس من و تو چی هستیم که اعراض میکنیم؟ آیا پاک دامنی من و تو از پاک دامنی حضرت عایشه بالاتر است؟ پیش از این وزارت امر بالمعروف طالبان حکم کرده بود که زنان باید رویشان را بپوشانند و بر رسانه‌ها نیز گفته بودند که گرداننده‌های زن باید از ماسک استفاده کنند. این حکم طالبان واکنش‌های داخلی و جهانی را نیز به امر داشت. منتقدان این تصمیم میگویند که در هیچ جایی از دین اسلام در مورد پوشیدن نقاب و پنهان کردن روی زنان گفته نشده و این حکم اسلامی نیست. جبهه مقاومت مدعی است که طالبان نزدیک به 70 خانواده را به اتهام اینکه بستگان اعضای جبهه هستند از اندراب‌های بغلان کوچ اجباری دادند. این جبهه در گزارش گفته است که طالبان پس از آن که با تلفات سنگین در اندراب‌ها روبرو شدند و ظلم و باجگیری از غیر نظامیان پرداختند. جبهه مقاومت ادعا دارد که طالبان به شماری از باشندگان ولسوالی ورسج ولایت تخار و مناطقی از پنشیر نیز دستور دادند که مناطق مسکونیشان را ترک کنند. همچنین طبق ادعای جبهه مقاومت
طالبان در ولسوالی خوست بغلان زنان و کودکان را گروگان گرفته و آنها را به بدترین شکل شکنجه کردند تا مجبور شوند این ولسوالی را ترک کنند. پیشتر هم ادعای درباره کشتار و شکنجه غیر نظامیان در مناطقی از بغلان و پنشیر مطرح شده بود. طالبان اما بارها این ادعا را تکذیب کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر، نیز در گزارش خود در مورد این ادعاها ابراز نگرانی کرده، اما گفته بود که این ادعاها نیاز به راست آزمایی دارد. زدن که 6 نفر یک جا مرا برزد دیگه. بعد از اون چشمه ما را بسته کردن، در یک سو فیلم ما کردن، یکیش به دیگه صدا میکرد که برچه را بیار کلانش. کتاب عکس با عنوان زیبایی در میان جنگ، اثر از فاطمه حسینی، عکاس از افغانستان، برنده جایزه اکادمی اتحادیه اروپا شد. خانم حسینی در توییترش نوشته است که این کتاب مجموعه تصاویری از جنگ نه، بلکه از زیبایی و زنانگی زنان افغان است. او گفته که با جایزه اکادمی اتحادیه اروپا قرار است که کتاب زیبایی در میان جنگ توسط یکی از ناشران کتاب عکس ایتالیا در روم چاپ شود. و گفته بانو حسینی این تصاویر طی 6 سال ثبت شده است. عکس های این کتاب در چندین نمایشگاه های عکاسی بین المللی نیز نمایش داده شده است. تشکر از توجهتان به مجموعه خبری این ساعت. تا خبرهای بعد شما را به الله یکتا و بی‌نیاز می سپاریم.